عزیزای دل، دوستای خوب نازنین، سلام. امید است که جور و صحت و سلامت باشید و یک روز خوب خوشی در کنار فامیل و عزیزانتان سپری کرده باشین. دوستان، امروز پنجشنبه 10 اکتبر 1403 برابر است با 31 اکتبر 2024 میلادی. دوستان، همونطور که شما تصویر از مو را سیل مونین و شمونین، مو هم دیم دوند همبستگی سنگجوی لومان که بلدی شما از پیشرفت کارش ویدیو بگیریم، گزارش بدیم و یالم آقای علیزاده را با خود داریم. سلام خوبه آقای علیزاده جان، تجار بخیر، سلامتی؟ سلامت باشیم. ما سلام عرضم خدمت شما، خدمت پدر گرامیشم خانم جعفری و سلام عرضم خدمت همه بینندگان محترم رسانشم. انشالله که در هر جای دنیا هستن لباس عافیت به تنش باشد و ایام به کامش باشد. سلامت باشید. خب آقای علیزاده، امروز پیشرفت کار بلدیه دوستا گزارش بدین. کار بخیر در کجا رسیده؟ در کدام قسمت ها رسیده؟ کدام قسمت ها شما کار منید؟ سلامت باشین. کار امسال در مجموع امسال 7 متر کامل کار شده. یعنی ارتفاع بند 25 متری کامل خلاص شده. بعد از او به خاطر اینکه هوا گرم بود، هوا خوب بود، همونطور که شما گفتین امروز 10 اکتبر و کاری سنگکاری در سمت شمال رسیده به خیر. اما ارتفاع 1 متر به بعد 2 متر در پیش روخی دیوار اصلی که شروع کردیم در سمت شمال رسیده و امروز یا تا صبح پیش از ظهر به خیر ختم خواهد شد. و همچنین کار سنگکاری در ارتفاع 26 متری در سمت کاسه بند یا پیش روخ بند هم در برابرگی دهنه وسط رسیده. ان شاء الله تا یک نیم هفته دیگه اینجا پیش روخ بند هم کار سنگکاریش خلاص خواهد شد و او زمان به خیر کاری بتون‌ریزی شروع میشه که بعد از بتون‌ریزی او زمان هوا سرد خواهد شد و در مجموع امسال خدا را شکر هزار بار و کمک خیرین نهایت مهربان و گرامی که علمی کارهایی که انجام هم شده اول به فضل خداوند بوده، بعد به کمک خیرین در ارتفاع 26 متری بند همبستگی ان شاء الله میرسه. البته ارتفاع 26 متریش کامل خلاص نمیشه ولی تا ارتفاع 26 متری امسال به خیر آبگیری خواهد کردیم و یک آبی بسیار زیاد امسال جمع خواهد شد و ایرم خدمت دوستا عرض کنیم که این آب کافی نخواهد بود اگر ما بخواهیم تمام زمینایی که در پایین دست بند همبستگی کشت زراعت کنیم باید هم ارتفاع بند هم ارتفاع مورد نظر که 40 متری باید برسه. ان شاء الله دیگه باز این سال مردم از ذخیره آب استفاده کردن، سال دیگه نتایجش ان شاء الله شاهد خواهد بودیم. خب آقای علیزاده، یعنی 3 سال میشه کارهای بند به خیر شما شروع کردین، رو به پیشرفت کارهاش ماشاءالله خوب پیش رفته. امی 3 سال شما چقدر آهن مصرف کردین؟ چند تن مثلا؟ تشکر، سلامت باشین. سالانه ما حسابای خره در مجموع یک حسابدهی کلی داریم. در آخر سال دیگه هر سال 120 تن تا 100 تن آهن مصرف شده که تا هنوز البته به صورت مجموعی موتر خلاص که امسال محاسبه نشده. شاید 350 تا 330 تن آهن را در این پروژه بزرگ همبستگی مردم افغانستان مصرف شده که عامل اعظم که چند لحظه پیش شما می تشریف آوردین استادکارا آقای اکبریم صحبت کردن که آهن 12 میلی کمبود داریم. یعنی دیوار اصلی که شما شاهدن در ارتفاع 26 متری کمرکشاش بساش در ردیف وسطی کاراش منده به خاطر کمبود آهن. اگر خیرین 1 تن یا 2 تن آهن را همکاری کنن در بلده پروژه حیاتی ما بتونیم کمرکشای زیر بسته کنیم و بخیر کار بتون ریزش آغاز شدن و در مجموع حدود 320 تا 50 یا 60 تن آهن در سایزهای مختلف مصرف شده. خصوصا در قسمت سمت چند گونه سمت شما مصرف کردین تا حالا در مدت 3 سال؟ در مدت 3 سال پارسال پیران سال اول فکر البته لیست دقیق شی فعلا حضور ذهن ما ندارم. لیست پیران سال فکر کنم 15000 کیسه سیمان 14000 کیسه سیمان مصرف شد ولی پارسال 16000 کیسه سیمان. امسال که خیلی عالی بود خدا رو کمک خیرین 24000 کیسه سیمان تا هنوز خریداری شده بدون کمک خیر محترم تیمورشاه که 3000 کیسه سیمان محترم تیمورشاه کمک کردن که در مجموع به احتمال زیاد دقیق البته گفتن 28000 کیسه سیمان امسال خریداری شده که فعلا در حدود اما 23 تا 24000 کیسه سیمان را مصرف شده تا آخرش. البته کار سنگکاری و بتون‌ریزی هم تا هنوز جریان داره مطمئن که در تصویر شما مشاهده. مثلا همین مجموعاً مصرف‌های شما چقدر شده تا حالی؟ مصرف کلی بند همبستگی تا هنوز را در حدود 16 تا 17 دلار مصرف شده. حسابی امسال تا هنوز جمع نده چون سیمانایی که خریداری شده چیزی بودجه و پولی که در داخل جاغوری داخل یا تسلیم خزانه دار میشه
مو ماهوار حساب میده، البته ماهانه مو حساب کده تا نوس به صورت کلی جمع نکده که امسال چقدر مصرف شده، ولی در مجموع تا پارسال را 11-12 لک دلار مصرف شده، در مجموع امسال همون 16 لک دلار آمریکایی مصرف شده. بازم داخل سال ان شاء الله تا یک گزارش خدمت همه خیرین حسابی را خواهد داد. خب شما در سال یک دفعه حسابی میدین یا نه؟ حساب خود بند داخل جاغری ماهانه، پولی که ما از چهار اطراف یا از کشورهای مختلف که ما تسلیم خزانه دار میشه، ماهانه آقای ابراهیمی ملیس خره بلده از مو در گروه شریک منه، باز مو مایی به صورت تصویری تمام پولایی که ما هم لیستا رو میخوانی و تمام مصارف که در ماش هم میخوانی در هر ماه 12 لک تا 15 لک افغانی رو مصرف شده، ولی به صورت مجموعی که ما جمع کنیم چقدر امسال مصرف ده، این جمع نکرد که به صورت کلی و در آخر سال میشه، به خاطر اینکه سیمانای خریداریش تا هنوز حسابش تصفیه نشده، کرایه سیمانش مثلا تصفیه نشده، یا سنگشکنی که در حال سنگ میدن حساب کتابش انجام نشده. این در آخر سال تمام حسابا از داخل و خارج جمع میشه، بعد از اون ما میتونیم بگیم که امسال ما چقدر مصرف کردیم، ولی چیزی پولی که در داخل جاغوری ما تسلیم خزانه دار میشه ماهوار حساب کتابش تصفیه میشه توسط کمیته مالی و بلده همه خیرین، هم به صورت فایل PDF هم به صورت تصویری ما اعلام می‌کنیم. خب تشکر. دیگه همین کندنکاری شما بخیر کی شروع می‌کنید؟ کندنکاری طرف بازوی بند منظور شما؟ آره. بعد از ختم کار ان شاء الله اگر هوا مناسب بود، اگر نیاز بود، اگر البته سمت جنوب کندنکاری کامل ختمه، سمت شمال اگر نیاز بود، وقت بود، هوا خوب بود و از همه مهمتر بودجه بود، باید انجام بشه، به خاطر اینکه بلده کارهای سال آینده ان شاء الله آماده شد. تا سال آینده امر هم که امسال آماده بود، سال آینده بخیر با گرم شدن هوا ما بتونیم بازم کارا را ان شاء الله شروع کنیم. خب آیا امی بند همبستگی سنگجوی لومان قرضدار هستن یا نه؟ قرضدار 100% ما هستیم، به خاطر اینکه مال از گمرک سیمان هم تا حدود 6 لک افغانی قرض داریم که ما نفر که در گمرک هر روز بلده آقای کاظمی پیام میده، آقای کاظمی پیامای از خیر از اون نفر در گروه شریک نم و همچنین از کرایه سیمان هم قرض داره که سیمانای که از فرات تا اینجا نه حدود 6 لک افغانی قرض داره، یا چند تلر سیمان هم بخیر تا چند روز آینده خواهد آماده. لک 70,000 چند صد افغانی شد ماش کارگر کامل تونست پرداخت نشده، این ماش مای اقرب مانده دیگه. در قسمت سنگشکنی قرضداری حدوداً 14-15 لک افغانی این مال بند قرض داره و ما تقاضای کمک داره از همه خیرین که بازم همین پروژه حیاتی را همکاری کنیم. آره تشکر. دیگه اگر کدام گپ داشتش کاملا در خدمت ما دیگه مزاحم هستون نشیم، تو کار دارین نه اینجا. سلامت باشین. تشکر. فقط گفتنی می بود که مو مسئله حساب کتاب بسیار یک موضوع بسیار مهمه. مثلا شما در قسمت سیمان سوال کردین، در قسمت سیخ ما همه چیزا رو لیست داریم. این کتابچه که شما مشاهدن کتابچه همون کارهایی که ما روزانه انجام میدیم است، ولی هر رسانه‌ای که باید به صورت دقیق از ما گزارش میده، ما قبل از گزارش هم خدمت شما رسیدیم که بلدز ما گفتش نمو تا بلدش ما دقیق بود که چقدر مقدار سیمان مصرف شده، چی مقدار آهن مونده، چون حساب 3 سال هیچ کس در ذهن خود نمیتونه او را حفظ کنه دیگه، یا مثلا بودجه کلی و تمام شه لیست هر خیر هر دوستی که بخواد ما هیچ گونه ناراحت نمیشیم. از روز اول میگم روز دیگه میشوار از ما که هر کسی هر خیر هر رسانه که باید حساب بگیره، ما در یک هفته تا ولدش وقت ملی دانه پولایی که هم ده از هر مرجعی که هم ده در هر جایی که مصرف شده مسئولین رو میخواهیم حاضر که حساب بدید. به همون خاطر گفتم که اگر در قسمت مصارف سیمان و آهن و یا بودجه کلی یک مقدار اگر ما حدودی گفتم چون حضور ذهن نداشتم دقیق معلوم نبود دیگه، شما ممت غافلگرانه ما را امروز در سر بند گرفتید دیگه، ما باشه تقریبی ولدش اعلان کردم دیگه ان شاء الله در آخر سال یا اگر خواستین باز بگید ما لیسار مری دانا ولدشم برز کنیم. یعنی نکته می‌خواستم بگیم و بازم تشکری می‌کنم از همه خیرین که ما را همکاری کردن و این پروژه مربوط به همه از ما و شما همه خیرین ان شاء الله که بازم از این بعد یاری کنن. تشکر از شما که تشریف آوردین و گزارش کردین. سلام. خب دوستای عزیز تشکر از شما که تا اینجا ما رو بیننده بودید. تشکر از آقای علیزاده که وقت را بلدی از
گذاشت یک وقت خورد دزمو داد از اینکه بیچاره قدر اینجا کار داره دمزی بند همبستگی سنگجوی لیمان خیلی عموت زحمت میکشه شب روز تلاش منه که تا یمی بند به سرانجام برسه و شاهد افتتاح امزی بند همبستگی سنگجوی لیمان باشیم. دوستا در قسمت ماشی کارگرها دیگه در قسمت پلیس مید نه که من در از قسمت ها کمک کنین که تا اینا بتونن امو پولای ازوار بدم و سیمتاش باید اینجا انتقال کنم را به صورت خوب و شفاف. دیگه مزاحم شما نمیشم. در آخر از برنامه شما را به الله پاک میسپارم. الله یارتان. خداحافظ. تشکر.